صحبت کنی. خب زمزم آهنگ بود که ما گفتم د CD Afterlove که بیشتر the end of 2006 خلاص شده بود. این برای کمپانی ایرانی آهنگ بود که این آهنگ است که هم ایرانیا و هم افغانا و هم تاجیکا کتی آهنگ زیاد چیز دارن، علاقه دارن و آشنایی دارن و ما گفتم این آهنگ خیلی خوندن بیا ایره ولی د استایل خود جور کن و ایره که چیز بسیار کلپای ایرانی و اینا بسیار پلی میشه و ما بسیار دوستای ایرانی زیاد دارم، همکارای ایرانی هستن، همش مرا میبینن میگه خب ابی خواندن زمزم از کجا پیدا کنیم. ما همش میگشتیم مثلا ببینم اگه کدام CD احمد ظاهر یا خانم محترم مهوش پیدا کنیم زمزم خونده باشه، حالا که میگن زمزم میگم CD ولی جان بگیره خواندن زمزم داخلش هست و یکی از راستی واقعا مقبول خواندیشه، بسیار قشنگ خواندیشه. خب میخوای بریم ببینیم اگه آقا مصطفی زمزم آماده داشته باشه؟ زمزم که ویدیوش خلاص نیست. فقط یک هفته بعد فکر کنم خلاص میشه، یک کمرشیال داره. خب میتونیم مصطفی جان کمرشیال زمزم ببینیم یه دقیقه اگه آماده داشته باشی؟ خب بریم زمزم ببینیم. زمزم کجکیت ابروی چی نشه گشتم است. خب کدام برنامه به خصوص برای ریلیس ازی ویدیو دارین؟ کدام همکاری کته زمزم کتیم ایکس استودیو که دوستای بسیار خوبم هستن و اینا کمپانی کلان افغانی است و 3 میلیون استودیو، یعنی یک بسیار دستگاه پروفشنل دارن و چی دارن که من واقعا به کارشان و به اخلاقی که دارن افتخار میکنم. دوستای بسیار خوبم هستن که آهنگ زمزم کتیم همکاری کردن و این انشالله تا یک هفته بعد ریلیز میشه. بله سینگل آلبوم بیرون میشه یا نه جمله؟ زمزم خب یک ویدیوش خلاص میشه. د چیز د CD چیز هست، CD Afterlove زمزم. بله بود. نه منظور مزید بود که خودت دال چند تا ویدیو داری؟ ویدیو خوشبختانه میبرای زود میبرای فکر کنم یک 7-8 تا ویدیویی. خب تمام از این کلیپ ها در یک DVD ریلیز میشه یا یک DVD؟ امیدوار هستم که تا وقتی که چند تا ویدیویی خلاص شود که ایره ما DVD جور شود، یک DVD و اینا که در کنسرت ها اینا زیاد چون منش در مغازه و در جک میرم CD های ولی جان CD های میبینم زیادتر، اما تا حالا DVD های بسیار کم شده باشه که من نه نیست، هنوز نیست در بازار. میه انشالله یک DVD کنسرت میه که کنسرت سان فرانسیسکو از طریق رد روز انترتینمنت که برنامه گذاریم بودن، بسیار لطف کردن و اینا اونا چیز میشه پخش میشه و یک DVD باز DVD که تمام ویدیوهای کلیپ های ما است، ای هم به زودی نشر میشه. بله. خب با امین انترپرایزز چی کارهایی در پیش داریم؟ امین انترپرایز آقای عطا امین عزیز، بله آقای شخصیت خوب، مهربان، نازنین. بله. چند بار صحبت کردیم باش، واسه واقعا افتخار میکنیم که ما افغانای مثل آقای عطا در جامعه خود داریم. آقای عطا امین واقعا نه تنها که دوست خوب هستن، ما فامیلی باشان زیاد آشنایی داریم. کمش همشیره عطا جان
ما برایشان میگم خاله جان همیشه میایم در سان فرانسیسکو باید دیدن اونا برم در این کالیفرنیا و ما فامیلی کتی هم آشنایی داریم که کنسرت عطا امین با امین انترپرایز و زیبا مگزین کنسرت نیوجرسی مرا گرفتن و این در 22 مارس است که فراموش نکنین. یعنی آهنگای نو هم برایتان سپرایز دارم اونجا که اجرا میکنم و این کنسرت برایم با خیلی تشریفات چی میگن نه بله گرفتن و امیدوار هستم که کسایی که در کنسرت میان میفهم بعضی بسیار کسا در کنسرت هایم آزرده بودن که نتونستن امرایم عکس بگیرن یا چی. یک ذره بی‌نظمی شده بود از طریق سالونا به خاطر تالارایی که گرفته بودن. یعنی یک مثلا تالاری که 3000 نفر بود، یعنی بیشتر از 3400 500 یا 800 نفر نمیتونست آدم دو تالار جای کنه. با این کار که شده بود و این سالونا چیز کرده بودن چی میگن سری بله و این نتونستن بسیار زیاد کسا عکس بگیرن. به این خاطر آزرده هستن. ان شاء الله در کنسرت های آینده ایم ما مکس نگرفتیم ما آزرده هستیم و این مقصد این تقصیر کار ما یا برنامه گذار واقعا نبود. یعنی سیکیوریتی چیز بود که مثلا نتونستن نظمش درست به دست بیارن. سیکیوریتی صحبت سیکیوریتی که وقتی شما به کنسرت میرین از لحاظ سیکیوریتی اتاق خودتون ندارین، مسائل سیکیوریتی تن مثلا ازدحام مردم زیاد می باشه. کس برنامه کنسرت گذار تمام سیفتی های اینای شما را از لحاظ گارانتی میکنن و چون کنسرت که متاسفانه کمی خرابی داد کنسرت شد، کنسرت محترم فراجان دریا بود که نفهمیدیم که گفتن در آبش چیزی ریخته بودن. خودت که انشالله از کسی آب نمیخوری یا غذایی که برات میارن تو کنسرت یا آبی که میارن نه خوشبختانه یعنی این چیز دور برایم همیشه کسایی بودن که واقعا نمیخواستن برایم صدمه بزنن و من هیچ وقت در این فکر یعنی در این کنسرت های هم که بودم در این فکر نبودم که ملت افغان یا اینا ایران برایم کوشش کنن